به اداره پایگاه خبری بامداد میسر شد که سبب از صاحبان ماشین ها در شعبه های بازرسی دولتی اتومبیلی طلب کردن پرداخت پول نابودسازی واسطه های نقلیات را معلوم کند. مبلغ انداز نو برای ماشین های سبکرو 1584 سومانی و برای ماشین های بارکش 2880 سومانی را تشکیل میدهد که پول کم نیست و تشویش رانندگان و صاحبان واسطه های نقلیات را به بار آورده است. یک منبع آگاه بامداد روز 25 ینور سال 2024 خبر داد که این انداز نو بر اساس تغییر و الوه هایی است که 27 دکبر سال 2023 تحت رقم 2014 به قانون جمهوری تاجیکستان درباره دیگر پرداخت های حتمی به بودجت وارد کرده شد. بر اساس این تغییرات پرداخت برای نابودسازی یا اوتیلیزاسیون واسطه های نقلیات از این به بعد از جانب بازرسی دولتی اتومبیلی هنگام به قیدگیری دولتی پس از برسمیت در آوردن گمرکی واسطه های نقلیاتی به جمهوری وارد گردیده و هنگام گذراندن معاینه حتمی دولتی تکنیکی واسطه های نقلیات اتومبیلی ستانیده می شود. پرداخت نابودسازی هزار یک واسطه نقلیات یک مرتبه ستانیده شده به صاحب ماشین تالان عاید به سپردن مبلغ نابودسازی داده می شود که آن تا زمان کارناشایم شدن و نابود کردن ماشین اعتبار دارد. بر اساس قرار حکومت تاجیکستان از 30 دکبر سال 2023 معیار پرداخت تالان نابودسازی چنین معین کرده شده است. برای واسطه های نقلیات سبکرو، میکرو اتوبوس و اتوبوس 22 نشان دهنده برای صبح که امسال برابر به 1584 سومانی شود. برای واسطه های نقلیات بارکش و مخصوص 40 نشان دهنده برای صبح 2880 سومانی، موتورسیکل 5 نشان دهنده 360 سومانی. از پرداخت انداز نابودسازی تنها سفارت ها و کنسولگری های کشورهای خارجی و نمایندگی های سازمان های بین المللی آزاد کرده شدند و آن هم به شرطی که واسطه نقلیاتشان را باز از قلمرو تاجیکستان ببرند. همچنین برای ماشین هایی که موقتا به قلمرو تاجیکستان وارد کرده شدند و باز بیرون برده می شوند نیز پرداخت انداز نابودسازی شرط نیست. قبلا صاحبکاران و واسطه های نقلیات در تاجیکستان به بامداد شکایت کردند که در بازرسی دولتی اتومبیلی به سر آنها انداز نوی را با نام تالان عاید و سپردن مبلغ پرداخت برای نابودسازی یا اوتیلیزاسیون واسطه های نقلیات اتومبیلی بار کردند. از این به بعد از صاحبان ماشین ها طلب کرده می شود که در برابر انداز و پرداخت های دیگر ماشین که حدود 2000 سومانی را تشکیل می دهند باز حدود 1600 سومانی همچون انداز نابودسازی و 70 سومانی دیگر برای تالان نابودسازی بسپارند. یکم صحبت پایگاه خبری بامداد که ماشینش را می‌خواست در بازرسی دولتی اتومبیلی ثبت نام کند گفت که بخش ثبت نام واسطه های نقلیات در بازرسی دولتی اتومبیلی از روز جمعه 19 ینور کار نمی‌کرد و ظاهراً در طول 5 روز کارمندان بدهه را به وارد کردن طلبات نو به برنامه‌های کامپیوتری این اداره مشغول بودند. دوام 5 روز کارافتادگان نمی‌توانستند ماشین‌های خود را ثبت نام کنند. روز 24 ینور شعبه های ثبت نام ماشین‌ها در بازرسی دولتی اتومبیلی به کار درآمد ولی گفتند که از این به بعد برای هر واسطه نقلیات باید انداز نابودسازی هم بسپارید. از من فقط برای تالانش 70 سومانی طلب کردند. نرخ خود انداز نابودسازی 1580 سومانی بوده است. گفتند که این انداز یک بار سپرده می شود نه هر سال. نقل کرد. این هم صحبت بامداد. یک کارافتاده دیگر خبر داد که برای ماشین کهنه اوپل زفیر می باید سالانه 1760 سومانی بسپارد ولی حالا به آن 1580 سومانی پول انداز نابودسازی اضافه شد. آن خود برای یک ماشین خرد برای یک سال 3340 سومانی بسپاریم. میپرسد این کارافتاده. همصحبتان بامداد میگویند برای اکثر صاحبان واسطه نقلیات در تاجیکستان سپردن بیش از $300 برای ماشین هایشان میان شکن است و خوب میشد اگر مقامات نسبت به مردم کمی انصاف میکردند. برای یک ماشین بیش از 3000 سومانی در حقیقت جبر است. با کیسه مردم ما تغری نمیگیرد. میگویند همصحبتان بامداد مسئولان بازرسی دولتی اتومبیلی تا کنون این انداز نو را رسما شرح ندادند ولی بنا به اطلاع دریافتی حجم انداز نابودسازی میتواند وابسته به سال تولید و یا حجم ماشین از جمله سبکرو یا بارکش بودنش فرق میکند. در برخی کشورهای دیگر نیز انداز نابودسازی وجود دارد ولی این انداز را معمولا از تولیدگران ماشین ها و یا وارد کنندگان واسطه های نقلیات یا به اصطلاح
ماشین فروش‌ها پرداخت می‌کنند. در تاجیکستان چنین حالت‌های از خریداران طلب کردن پرداخت اندازهایی که در وقتش از تاجران ستانیده را فراموش کردند بار اول نیست. چند وقت باز در تاجیکستان با بهانه ثبت رقم تلفن صاحبان تلفن‌های موبیلی را مجبور کرده ایستادند که پول باج و خراج گمرکی تلفن‌هایشان را هم بسپارند، حتی اگر این تلفن چند سال پیش به تاجیکستان وارد کرده شده در این بین از 10 دست گذشته باشد.